ترشیز دیاری تاریخی فرهنگی است. این دیار از جنبه‌های مختلفی میتواند مورد توجه باشد. بخش عمده‌ای از تاریخ این دیار را معماری آن تشکیل داده که در جای خود منحصر به فرد و چشم نواز است. ترشیز را امروزه به 4 شهرستان کاشمر، خلیل‌آباد، بردسکن و کوه سرخ تقسیم کرده و میشناسیم. از همین رو هر گوشه این دیار را میتوان برگ زرینی بر تارک تاریخ خراسان بزرگ برشمرد. کوه و کویر و دشت‌هایش در 4 فصل سال چشم نوازی میکنند. اما بردسکن صفحه دیگری از تاریخ این سامان است. صفحه‌ای سترگ با پیشینه‌ای قابل توجه و تاریخی برجسته. بخش عمده‌ای از بناهای تاریخی به جا مانده در این سامان از ترشیز تاریخی است. یکی از این بناها برج علی‌آباد کشمر است که در افواه مردم به منار علی‌آباد نیز مشهور و معروف است. علی‌آباد و کشمر 2 روستای دوشادوشند که در حد فاصل شهرستان کاشمر به بردسکن قرار گرفتند. در 5 کیلومتری شمال شهرستان بردسکن 2 روستای در هم تنیده قرار گرفته که به تنهایی بار تاریخی شگرف و سترگ را بر دوش دارند. از همین روست که 2 روستا را همواره با یکدیگر می‌خوانند، چونان که گویی برادران تنی خویشند. در میانه این روستا برج مقبره‌ای وجود دارد که نما و نیم ستونها و کاشیهای فیروزه‌ای رنگ نیم مانده بر جایش نظر هر علاقمندی را به خود جلب می‌کند و موجب تحیر بینندگان برگ تاریخ می‌گردد. نمای بیرونی این بنا آجری و مخروطی شکل و 2 جداره است. علاوه بر سقف مخروطی شکل و نمای بیرونی آن، دارای سقف داخلی به صورت نیم دایره یا گنبدی شکل و به تعبیر دیگر شبیه به عرقچین است که جداره داخلی را تشکیل می‌دهد.
این بنای تاریخی و منحصر به فرد مربوط به اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری است و سبک معماری آن به معماری دوره سلجوقیان بسیار نزدیک است. این بنا در سال 1310 خورشیدی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و این مهم وظیفه حراست و حفظ آن را یک وظیفه فرهنگی اجتماعی بر دوش مردم قرار داده است.